سلام. تو این آموزش میخوایم ببینیم که چجوری میشه از لایبرری های آماده جاوا یا اندروید توی برنامه زامارین اون استفاده کنیم. توی گیت هاب یا سایت اندروید آرسنال خیلی از کامپوننت ها یا تیکه برنامه رو میبینیم که از قبل نوشته شده و میخوایم توی پروژه‌مون اد کنیم و استفاده کنیم. توی اندروید استودیو ما میومدیم فقط فایل مربوط به ریپوزیتوری رو توی فایل گردل اون اضافه میکردیم و فایل دپندنسی رو و با اولین بیلدی که میگرفتیم فایل جار یا همون لایبرری جاوا ساخته میشد و میتونستیم از اون کامپوننت یا اون تیکه برنامه ویجت استفاده کنیم. حالا میخوایم ببینیم توی زامارین بعد این چی کار بکنیم. زامارین اصولا با سی شارپ و با دی ال ال ها سر کار داره. طبق آموزشی که حالا خود سایت زامارین ارائه و URLش هم توی سایت میذارم، میخوایم با هم پیش بریم و ببینیم چجوری میشه این کالر پیکر رو مثلا بیایم توی برنامه‌ام داشته باشیم. خب من این پروژه از قبل نوشتم و حالا میام یه پروژه خالی، یه پروژه سامپل ایجاد میکنم از این مسیر و روی ویژوال سی شارپ اندروید و بلنگ اپلیکیشن کلیک میکنم، یه اسم برنامه میدم و اوکی میزنم. من قبل این کار کردم. این الان پروژه خالی منه. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که برای ویژوال استودیو کامپوننت گرادل رو بریزیم که وقتی این برنامه گرادل رو بریزیم یه منو باز میشه به اسم اد دپندنسی. برای این کار میتونیم بیایم منوی تولز، آپشن و در قسمت زامارین ابتدا بیایم استیکی و اندیکی اون رو تنظیم کنیم. وقتی این کار کردیم بیایم حالا سراغ extension and updates گزینه آنلاین کلیک میکنیم و اینجا کلمه گرادل رو تایپ میکنیم. اگه این حالا پلاگین رو نصب کنیم برای ویژوال استودیو میبینید که میتونیم با کلیک راست کردن روی رفرنس دپندنسی ها رو اد کنیم. تو خیلی از مواقع این کامپوننت جواب به کار ما رو میده، ولی تو بعضی از مواقع به یه سری از ارورها و مشکلات برمیخوریم که خیلی جالب نیست. خلاصه این هم یک راه برای انجام این کاره. راهی که خود سایت زامارین در واقع توصیه کرده میاد در واقع فایل های جا رو بایند میکنه به فایل DLL و DLL مربوطه رو توی پروژه اضافه میکنه. خب ما هم در واقع میخوایم همین کار رو انجام بدیم. این الان پروژه سامپل ما که قرار توش کالر پیکر اضافه بشه. و حالا میایم یه پروژه بایندر یا همون برای بایند کردن فایل جاوا اضافه میکنیم. میایم روی سولوشن هم کلیک راست اد نیو پروژکت رو میزنیم و در شاخه اندروید به جای بلنک اپلیکیشن میایم روی بایندینگ لایبرری کلیک میکنیم و اسمش رو میذاریم کالر پیکر لیب. این هم از این و میایم در قسمت جارز اد و existing item و میایم داخل جایی که دانلود کرده بودیم فایل AAR رو در واقع میشه این فایل. دقت کنید که اسم فایل رو نباید تغییر بدید. من یک بار این کار کردم و تو پروژه دچار مشکل شدم و بهترین فایلی که دانلود کردید میخواید اد کنید اسمش رو عوض نکنید و اد رو من میزنم اینجا. بعد از اینکه فایل AAR رو اد کردید میاید روش کلیک میکنید و در پنجره پراپرتیز دقت کنید میاد اینجا روی بیلد اکشنش طبق آموزش خود زامارین میذاریم روی لایبرری پروژکت زیپ و از این پروژه یک بیلد تهیه میکنیم. دقت کنید پروژه در حال بیلد شدنه و در واقع در اون DLL مربوطه رو واسه ما میسازه.
خب میبینیم که پروژه ساخته شد و با قولی اون فایل DLL برامون ساخته. میایم تو پروژه مربوطمون از رفرنس میزنیم و تو قسمت سولوشن اون تیک پروژه مربوطه رو میزنیم و حالا اوکی میزنیم تا اون DLL مربوطش اد بشه. همونطور که میبینید فایل رفرنس رو اد کردیم. خب تا اینجا در واقع به این نقطه رسیدیم که امروز اومدیم فایل های دیپندنسی رو اد کردیم و در واقع اون حالا ریپوزیتوری اون رو اضافه کردیم توی پروژه. حالا نوبت به این میرسه که بخوایم کدهای دیزاین و بیهایند کدمون رو به پروژه اضافه بکنیم. خب ما میایم در واقع تو همون لایات مینمون خب فایل مین XML اون در واقع مثل همون فایل مین اکتیویتی XML اون توی اندروید استودیو میایم داخل سورسش فایل XML شو میبینیم. اینجا اول از هم میبینیم که XMLNS اندروید تعریف شده است و خب حالا میخوایم بیایم در واقع این کالر پیکر رو اضافه بکنیم. میایم در واقع اون چیزی که حالا مربوطه است در واقع سه بخش این کالر پیکر میشه. یکی این رینگش و بحث این دوتا سیکباری که در واقع میزان پررنگی و کمرنگیشو نشون میده، حالا تیرگی اون رنگو. و حالا میایم اینو داخل پروژمون اضافه میکنیم. ما باتن رو میذاریم بمونه و میبینیم اینجا داره به وریبل اپ ارور میده و ما قبلا ایرادش رو تو اینترنت پیدا کردم. میام از پروژه قبلیم اضافه میکنم. فقط کافیه که بیایم اپ رو براش تعریف کنیم با این تعریف و میبینیم که این اروراش از بین میره. خب بس UIش تقریبا آماده است و میتونیم پروژه رو بیلد بگیریم. خب پروژه ما بیلد گرفته شده، آماده شد. همونطور که میبینید کد پیکر ما خیلی کامل و درست ظاهر شده و این از بحث فرانت اندش و بحث اون کد XML مون و میبینید خیلی ساده مثل برنامه جاوایی داره کار میکنه و هیچ مشکلی هم براش پیش نیومده. برای بحث بیهایند کد یا همون بحث این که حالا قرار به جاوا سی شارپ بزنیم، میریم پروژه‌مون استاپ میکنیم تا ببینیم چجوری میتونیم اون لایبرری هایی که فایل جارمون یا ARمون یا همون DLL که جدیداً توی پروژه‌مون اضافه کردیم دسترسی پیدا کنیم. کافیه بریم توی پروژه اصلیمون و داخل زیرشاخه رفرنسز و اون رفرنسی که اد کردیم دو کلیک کنیم و روش کلیک راست خب روی فایل رفرنسمون کلیک راست و بیایم آبجکت بروزر رو کلیک کردیم. میایم داخل لایبرری همون و خب آبجکت بروزر من هنگ کرده بود و خب این یکی از مشکلات زامارینه. خب خیلی مهم نیست، فقط کافی بود ویژوال استودیو بستم و دور باز کردم و میبینید که فانکشن ها و حالا ساختار و استراکچر اون کلاس ها رو داخل آبجکت بروزر میتونید ببینید. شما حالا با استفاده از آبجکت بروزر و راهنمایی که حالا معمولا توی گیت هاب یا حالا اندروید آرسنال براتون میذارن میتونید اون هدفی میخواید پیاده سازی کنید و خیلی راحت میبینید که میاد یه آبجکت ازش درست میکنید و به صورت چینینگ فانکشن میبینید پشت سر هم فانکشن های حالا تعریفش، تغییر سایزش، نمیدونم ست کردن تایتلش و غیره و در نهایت شو کردن این حالا پاپ اپ رو میتونید ببینید.
می‌بینید همینجوری توی خود سایت زامارین هم بهش اشاره کرده، از داخل آبجکت بروزر می‌تونید به تمام فانکشنال و متدها و فیلدها دسترسی داشته باشید و در نهایت از اون لایبرری‌ها استفاده کنید. هدف من از تهیه این فیلم این بود که ببینید خیلی راحت میتونید به سمت زامارین برید و از کد C# استفاده کنید. جدیدن هم که لایبرری زامارین رایگان شده و به صورت فری میتونید ازش استفاده کنید و بیلد بگیرید. یکی از رفرنس‌های خیلی مهمی که حالا بتونید برای ساخت این پروژه استفاده کنید سایت اندروید آرسناله که حالا من باز داخل سایت این لینک ها رو قرار میدم براتون و حالا ریپوزیتوری و نمونه سمپل پروژه‌ای که حالا توی گیت هاب پیدا می‌کنید و میتونید خیالتون تقریبا از این بابت راحت باشه که میتونید هر پروژه‌ای رو با در واقع زامارین یا زامارین استودیو جلو ببرید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار.